مغولستان کم جمعیت ترین و در عین حال 19مین کشور بزرگ جهانه که از شمال با روسیه و از جنوب با چین هم مرزه. این کشور جاییه که امپراتوری مغول در اون شکل گرفت و تونست که نیمی از جهان رو تحت فرمان خودش در بیاره. اما با این تاریخ بزرگ چطور این کشور به یک کشور منزوی با جمعیت کم در جهان تبدیل شده؟ توی این ویدیو شما رو به مغولستان میبرم، جایی که مردمش به مهمان نوازی و فرهنگ خاص کشتی و اسب کشی و حتی همخوابگی دخترانش با مهمانان شهرت دارند. لطفاً اول ویدیو رو لایک کنید و با این کار از این کانال حمایت کنید. جمعیت امروزی مغولستان فقط 3.5 میلیون نفره و 99% از خاک این کشور خالی از سکنه است. از این تعداد 95% مغول‌ها و 4% رو اقلیت‌های قزاق تشکیل میدند. این کشور با مساحت 1,564,000 کیلومتر مربع جزء پهناورترین کشورهای دنیاست که بیش از نیمی از مردم این کشور در پایتخت یعنی شهر اولانباتور زندگی می‌کنند. این شهر نه تنها مرکز سیاسی بلکه مرکز فرهنگی و اقتصادی مغولستان هم هست. مغولستان به خاطر دشت‌های وسیع و طبیعت زیبا و زندگی عشایری و فرهنگ غنی شناخته میشه. عشایر مغول به ویژه به اسب‌ها علاقه‌مندند و از آخرین اقوام کوچ‌نشین جهان هستند که بیش از 25% جمعیت این کشور رو تشکیل میدند. این مردم در هماهنگی با طبیعت زندگی می کنند و بر اساس فصلها، دامها و محل سکونت خودشون رو جابجا می کنند. یکی از ویژگی های بارز مردم مغولستان مهمان نوازی اوناست. در فرهنگ مغولی وقتی شما به خونه یک خانواده میرید به شدت با محبت و احترام از شما پذیرایی میکنند. معمولاً چای شیر یا چای سیاه به شما تعارف میکنند. چای مغول اغلب با نمک تهیه میشه که انگار به اونها کمک میکنه که در شرایط سخت آب و هوایی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. اینجا رسمه که باید هر چیز رو با دست راست و با احترام بگیرین، چون این مردم به اموال خودشون ارزش زیادی قائلند و رد کردن هدیه یا غذا رو بی احترامی میدونند. اگه دوست دارید بدونید که چرا این مردم لباسهای محلی میپوشند یا واقعاً دخترانشون رو برای مهمان تعارف میکنند یا نه، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. در مغولستان سنت‌ها و قوانین مذهبی اهمیت زیادی دارند و بیشتر مردم به سنت‌های اجدادی خودشون پایبندند. بنابراین هنگام ورود به مغولستان باید به باورها و قوانین اونها احترام بذاریم. برای مثال اگه به مراسم یا میهمانی دعوت شدید باید رفتار احترام‌آمیز داشته باشید، وگرنه اونها از دست شما خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید ناراحت میشن. بیشتر مردم مغولستان پیرو مذاهب بودایی تبتی هستند و در بین اونها اقلیتی از مسلمانان قزاقی، مسیحیان و شمنها وجود دارند. زبان اصلی این کشور مغولیه و به خاطر روابط قدیمی با جماهیر شوروی مردم به زبان روسی هم تسلط دارند. توی این کشور هر سال مراسم‌های خاصی هم برگزار میشه، از جمله جشنواره نادا که هر سال تابستان برگزار میشه. این جشنواره شامل مسابقات ورزشی مثل تیراندازی با کمان، اسب سواری و اسب کشیه که برای مردم محلی اهمیت زیادی داره. در این جشن موسیقی و رقص‌های سنتی هم اجرا میشن و به نوعی این جشنواره المپیک مغولی‌ها حساب میشه.
همچنین این کشور یکی از مکانهای بزرگ توریستیه که سالانه افراد زیادی برای دیدن صحرای گوپی، دومین بیابان بزرگ آسیا، به خاطر تماشای فصلهای زیباش به اونجا سفر می‌کنند. مردم مغولستان بیشتر گوشتخوارند و اکثر غذاهای اونها بر پایه گوشت تهیه میشه. به دلیل شرایط آب و هوای سخت، کشاورزی توی این کشور محدوده و میوه و سبزیجات کمتر سر سفره اونها دیده میشه. یکی از نکات جالب فرهنگ مغولستان اینه که مردم نام خانوادگی ندارند. اونها فقط از نام پدر خودشون استفاده میکنند. به عنوان مثال، اگر بایار پسری به نام درج داشته باشه، اون رو بایار درج مینامند. این موضوع ممکنه برای افرادی که با این فرهنگ آشنا نیستند گیج کننده باشه. همینطور توی مغولستان رسم خاصی وجود داره که در اون خانواده ها به مهمانان خودشون دختر یا همسرشون رو تعارف میکنند که این رسم به ندرت در سایر فرهنگ ها دیده میشه. البته این رسم فقط در یکی از قبایل اونها وجود داره که از مهمانان نزدیکشون اینطوری پذیرایی میکنند. اقتصاد مغولستان بیشتر بر پایه کشاورزی و دامپروری استواره که این باعث شده سطح درآمد در این کشور بسیار پایین باشه. واحد پولی مغولستان چوگرگه و بیشتر مردم از پول کاغذی استفاده می کنند. ساختار فرهنگی مغولستان به شکلیه که بسیاری از مردم اون از لباسهای سنتی استفاده می کنند و دوست ندارند که لباسهای دیگر رو بپوشند. مغول‌ها از سادگی لذت می برند و بیشتر حقوق خودشونو صرف نیازهای اولیه خودشون می کنند و در نهایت باید گفت که اولانباتور پایتخت مغولستان سردترین پایتخت جهانه. دمای زمستان معمولاً به -30 درجه و حتی گاهی به -40 درجه هم میرسه. زمستان‌ها توی این کشور بسیار طولانی و سرده. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید. مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.